سلام، به یه ویدیو دیگه با من خیلی خوش اومدین. اسمم الهامه و امروز توی این ویدیو قرار راجع به اجسام تسخیر شده و نفرین شده ای صحبت بکنم که داستانهای پشتشون خیلی ترسناک و واقعی هن. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. اولین جسمی که میخوام راجبش باهاتون صحبت بکنم جعبه دیبوکه. قضیه از این قراره که در سال 2001 یه خریدار اشیاء عتیقه در شهر پورتلند توی یه دونه حراجی شرکت میکنه. توی لحظه اول ورودش به اون حراجی چشمش به یه دونه جعبه عتیقه میخوره که خیلی نظرش رو جلب میکنه. اون جعبه عتیقه متعلق به پیرزنی 103 ساله و یهودی بوده که به تازگی فوت کرده و بعد از مرگش اون جعبه رو توی حراجی به فروش گذاشتن. کسی که جعبه رو به فروش گذاشته بود در واقع نوه اون پیرزن بوده که تعریف میکنه که این جعبه متعلق به مادر بزرگشه و مادر بزرگش اصرار داشته که هیچ وقت نباید در جعبه رو باز کنی. جدای از اون بعد از مرگ مادر بزرگش کلی اتفاقات وحشتناک براش افتاده که ترجیح داده که از شر جعبه خلاص بشه و اونو به کسی که به اینجور چیزا علاقه داره بفروشه. همچنین اون اضافه کردش که مادر بزرگش توی وصیت‌نامه‌اش گفته که به همراه جسدش اون جعبه رو بسوزونن، ولی به خاطر قوانین دین یهود نتونستن این کار رو انجام بدن. خریدار با اینکه داستان پشت جعبه رو فهمید و از قضیه باخبر شد، با این حال براش زیاد مهم نبود و سریع اون جعبه رو خرید و با خودش به مغازه عتیقه فروشیش برد. اونو گذاشت توی انباریش تا بعداً یه جای خیلی مناسب‌تری براش پیدا بکنه و درست از روز اول اون اتفاقات وحشتناک شروع به رخ دادن کرد. چراغای مغازش مدام خاموش و روشن میشد، درهای امنیتی هی قفل میشد و صدای جیغ ترسناکی هم مدام از زیر زمین هی به گوشش میرسید. این اتفاق روزها و روزها تکرار شد. میره زیر زمین بررسی بکنه که منبع این صدای وحشتناک از کجاست، که توی لحظه اول ورودش به زیر زمین یه بوی خیلی زننده‌ای به مشامش میرسه. یکم جلوتر که میره میبینه که کل لامپای زیر زمینش شکسته شده. کلی از این ماجرا وحشت میکنه، ولی بازم به ذهنش نمیرسه که همه این اتفاقا به خاطر وجود اون جعبه است. چون خیلی جعبه رو دوست داشته برمیداره کادوش میکنه و به عنوان هدیه به مادرش میده. اون پیرزن بیچاره هم خیلی زود به خاطر سکته مغزی روانه بیمارستان میشه و توی راه به پسرش میگه که از هدیه جعبه‌ای که بهش داده خیلی متنفره. اون سعی میکنه که یه جوری از شر جعبه خلاص بشه، حتی اونو به آدمای مختلفی میده که به اینجور چیزا علاقه دارن و عاشق چیزای ماورایی هن. ولی باز هم در آخر جعبه به دست خودش برمیگرده. وحشتناکترین اتفاقی که توی این دوران براش افتاد کابوسای تکراری شبانش بود که توی اون کابوسا یه روح شیطانی و خبیث و وحشتناک بهش حمله میکنه، اونو کتک میزنه و وقتی از خواب پا میشه میبینه که بدنش کلاً کبوده. اون که دیگه به مرز سکته رسیده بود از این اتفاقاتی که داره براش میفته، اینو میره به اطرافیانش تعریف میکنه تا یکم بار منفی این قضیه براش سبکتر بشه. اطرافیانش هم هاج و واج دهنشون باز میمونه، چون که اونا هم دقیقاً همون کابوسای اونو میدیدن و دقیقاً همون اتفاق براشون میافتاد و بعد از بیدار شدن بدنشون کبود بود. یه روزی اتفاق خیلی وحشتناکتری براش میفته که بعد از اون میگه که من دیگه این جعبه رو نمیتونم نگه دارم، باید سریعتر از شرش خلاص شم. حالا اون اتفاق وحشتناکه چی بوده؟ این بوده که یه روز داشته با کامپیوترش کار میکرده، یه دفعه حس میکنه که یه نفر پشت گردنش داره نفس میکشه. اون لحظه داشت فکر میکرد که بجز من کی میتونه توی خونم باشه و سعی میکرد خودشو کنترل بکنه، ولی تنها راهش این بودش که برگرده ببینه که اون کسی که داره پشت سرش نفس میکشه دقیقاً کیه. وقتی برمیگرده یه موجود وحشتناک و غول‌پیکر میبینه که از شدت ترس همونجا غش میکنه و بیهوش میشه. وقتی به هوش میاد اولین کاری که میکنه این بوده که وارد سایت ایبی میشه، کل اتفاقایی که براش افتاده رو ریز به ریز توضیح میده و جعبه رو اونجا به فروش میذاره.
جیسن هکسن اونو میخره و در رابطه باهاش کتابی مینویسه که بعداً منبع الهام ساخت فیلم تسخیر در سال 2012 میشه. جسم دوم تسخیر شدمون این نقاشیه که در سال 2000 توی سایت ایبی برای فروش گذاشته شده بود. نقاشی اثر هنرمند آمریکایی به نام بیل استونه که یکی از معروفترین اجسام تسخیر شده جهانه. بیل اون نقاشی رو در سال 1972 کشید و گفتش که 2 نفر از کسایی که به اورجینال نقاشی من نگاه کردن ظرف 1 سال به خاطر مرگ مشکوک مردن. بعدها اون نقاشی توسط یک زوج کالیفرنیایی خریداری شد و اونها هم ادعا می‌کردن که شبها شخصیت‌های داخل نقاشی از بوم خارج میشن و توی خونه‌شون شروع به قدم زدن میکنن. عجیبتر از همه اینا اینه که وقتی حضور اون شخصیت‌ها رو توی اتاقی که بودی حس می‌کردی، احساس ضعف و بیماری شدیدی کل بدنتو می‌گرفت. اونا حتی اضافه کردن که گاهی تو خونه‌شون که وقتی داشتن راه میرفتن حس میکردن که توسط اشخاصی نامرئی دارن لمس میشن. جسم بعدی تسخیر شدمونم یه نقاشیه به نام نقاشی پسر گریان که توسط هنرمند ایتالیایی به نام برنو آمادیو اگه اشتباه نکنم کشیده شده که این هنرمند سابقه جنگیدن تو جنگ جهانی دومم داشته و این نقاشی رو با الهام از صحنه‌های گریه و کشته شدن کودکان در جنگ کشیده. در آغاز دهه 80 میلادی این نقاشی کلی معروف میشه و تعداد زیادی نسخه از این نقاشی به فروش میرسه. نکته عجیب داستان اینه که توی اکثر خونه‌هایی که این نقاشی حضور داشته یا آتش‌سوزی بزرگ با منبع نامشخص اتفاق می افتاده که کل وسایل خونه می سوختن، حتی قاب عکس این نقاشی هم می سوخته ولی خود نقاشی دست نخورده و سالم باقی می مونده. یه طوری بوده که کل خونه می سوخت و می ریخت و آوار می شده. تنها چیزی که سالم می مونده این نقاشی بوده. این صندلی که تو تصویر می بینین متعلق به مجرم اعدامی توماس باسبی بوده و قبل از اجرای حکمش از پلیسا درخواست میکنه که وعده غذای مورد علاقه‌شو روی صندلی مورد علاقه‌اش بخوره. بعد از تموم شدن غذاش خیلی راحت از روی صندلیش بلند میشه، یه نگاه به صندلیش میکنه و میگه که بعد از من هر کی روی این صندلی بشینه مرگ سراغش میاد و من نفرینش میکنم. اوایلش کسی اصلا حرف توماس رو جدی نگرفت و آدمای زیادی روی اون صندلی میشستن، ولی بعد از نشستن خیلیا توی همون لحظه جونشون رو از دست میدادن یا با فاصله زمانی خیلی کمی بعد از بلند شدن از روی صندلی میمردن. اوضاع انقدر بد میشه که 63 نفر بعد از نشستن روی صندلی میمیرن و تعدادشون همینجوری داشت زیاد و زیادتر میشد تا جایی که تصمیم میگیرن که این صندلی رو به یه دونه موزه توی آمریکا در سال 1972 انتقال بدن. هنوزم که هنوزه برای جلوگیری از مرگ و میر افراد این صندلی با فاصله 1.5 متر از زمین توی موزه نگهداری میشه. جسم بعدیمون یه عروسکه به نام عروسک اوکیکو که در سال 1918 توسط یه پسر 17 ساله برای خواهر 3 سالش به عنوان هدیه خریداری میشه. دخترک انقدر عاشق عروسکش شده بود که حتی اسم خودش هم روی عروسکش میذاره و از اون به بعد همه جا اون عروسک رو کنار خودش میبرده. متاسفانه خیلی نمیگذره که اون دخترک به خاطر تب شدید و بیماری آنفولانزا فوت میکنه و خانواده‌اش عروسک رو به خاطر اینکه دخترشون اونو خیلی دوست داشت به عنوان یادگاری از دخترشون نگه میدارن. چند وقت میگذره و مادرش برای تجدید خاطرات دخترش میره اتاق خوابش تا یکم اونجا وقت بگذرونه. بعد از چند دقیقه توی اتاقش بودن چشمش به اوکیکو میفته و همونجا خشکش میزنه. آخرین باری که اون عروسک رو دیده بود موهای عروسک تا زیر چونش بود، ولی الان انقدر اون موها بلند شده بود که حتی به پایین کمرش میرسید. اون که خیلی وحشت کرده بود سریعا عروسک رو بر میداره میبره به یه موزه احتاش میکنه. جالب اینجاست که اوکیکو هنوزم که هنوزه توی اون موزه‌ای که ازش نگهداری میشه موهاش رشد میکنه و توی اون موزه هر چند وقت یک بار موهاشو اصلاح میکنه
و ترسناکترین نکتهش اینه که روی موهای اون عروسک تحقیقات انجام دادن و متوجه شدن که موی اون در واقع موی واقعی انسانه. عروسک مندی در سال 1910 توی اروپا ساخته شد و جنسش مثل همه عروسک‌ها نیست، جنس شکستنی داره. داستانش اینه که یه روزی زن و شوهر وارد موزه میشن و میخوان اون عروسک رو اهدا کنن و میگن که اون عروسک مثل یک نوزاد شبا مدام گریه میکنه و جیغ میکشه و اونا هم الان برای خلاص شدن از شر مندی اومدن که اونو به موزه اهدا کنن. بعد از یه مدت که مندی توی موزه بوده، کارکنان اونجا مدام شکایت میکردن که چراغای موزه هی خاموش و روشن میشه، دوربینای امنیتی مدام خاموش میشن و اونا وسایلای شخصیشون همش دارن گم میکنن و حتی ناهارشون هم هر روز گم میشه. یه وضعیت کلافه کننده‌ای براشون شده بود که نمیتونستن تحمل کنن. از همه ترسناکتر چهره عروسک بود که هم کارکنان و هم کسایی که از موزه بازدید میکردن میگن که وقتی نزدیک عروسک میشیم با اون لبخند شومش انگار مدام داره به ما پوزخند میزنه و به ما خیره شده. جسم بعدیمونم یه عروسکه به نام عروسک رابرت که با وجود این که چهره خیلی زشت و مسخره‌ای داره، همه بچه‌ها توی لحظه اول دیدنشون عاشقش می‌شدن. فیلم ترسناک چاکی رو هم که اگه دیده باشین دقیقاً از روی عروسک رابرت ساختن. یه روز مادر جیمی داشته توی خونش راه میرفته، وارد یکی از اتاقا میشه خیلی اتفاقی و میبینه که کارکنان خونش مشغول انجام یه مراسم شیطانی هن. انجام همچین مراسمای اون زمان خیلی رایج بوده. مادر جیمی هم که وقتی این قضیه رو میفهمه به شدت عصبانی میشه، اون کارکنان رو از خونش بیرون میکنه. اونا هم برای انتقام کاری که مادر جیمی باهاشون کرده اون عروسک رو با استفاده از جادوی سیاه درست میکنن و به پسر خونه هدیه میدن. جیمی هم که الان دیگه عاشق عروسکش شده بود، همه جا توی تخت خوابش، موقع غذا خوردن، حتی موقع حموم کردن با خودش میبرد و توی خونه مدام در حال صحبت کردن با رابرت بود. پدر مادرش توی روزای اول متوجه شدن که وقتی جیمی با رابرت صحبت میکنه، رابرت هم به اون جواب میده. اولش احتمال دادن که جیمی صداشو عوض میکنه و به جای رابرت داره توی بازیش صحبت میکنه. ولی یه روز که از نزدیکتر داشتن بازی جیمی و رابرت رو میدیدن، متوجه شدن صدایی که از رابرت میاد اصلا به وسیله جیمی ساخته نمیشه، دقیقاً از خود رابرت اون صدا خارج میشه. صداش هم حالت عمیق و ترسناکی داشت که اصلا یه بچه کوچیک نمیتونه همچین صدایی در بیاره. بعد یه مدت که رابرت توی خونشون بوده، اونا متوجه میشن بدون اینکه کسی به رابرت دست بزنه توی قسمت‌های مختلف خونه دیده میشه. این یعنی که انگار اون عروسک بدون اینکه کسی اصلا باهاش تماسی برقرار کنه، خودش توی خونه داره راه میره و جابجا میشه. جدای از اون جیمی شبا مدام با جیغ و داد بلند میشد و وقتی مادر پدرش میرفتن داخل اتاقش میدیدن کل وسایل اتاق به هم ریخته و چند تا چیز شکسته و جیمی میگفتش که همه اینا کار رابرته. بالاخره بعد از این همه اتفاق وحشتناک اونا تصمیم میگیرن که رابرت رو توی یه دونه صندوقچه‌ای بذارن و اونو توی اتاق زیر شیروانی قرار بدن. زمان میگذره، جیمی بزرگ میشه و ازدواج میکنه و بعد از ازدواجش میره اتاق زیر شیروانی و رابرت رو دوباره از اونجا خارج میکنه و بعد عین بچهش به حالت وسواس‌گونه‌ای ازش مراقبت میکرده و حتی عادت داشته که شبا خوابیدنی اونو روی صندلی پایین تختش قرار بده. با اینکه کلی اتفاقات ناگوار بازم داشت براشون اتفاق میافتاد، ولی جیمی دیوانه‌وار عاشق رابرت بود. همسرش هم که میدید جیمی انقدر به این عروسک علاقه‌منده، کاری از دستش بر نمیومد و این قضیه رو تحمل میکرد. زمان میگذره، جیمی و همسرش هم میمیرن و بعد خونشون به اجاره گذاشته میشه. یه خانواده جوان که یه دختر بچه کوچیکم داشتن اون خونه رو دوباره اجاره میکنن. اون دختر بچه رابرت رو میبینه، دوباره اونم عاشق رابرت میشه و کل زمانش رو داشته فقط با رابرت بازی میکرده. اون هم اتفاقات وحشتناک که قبلتر بهتون گفتم برای این دخترم اتفاق افتاد، ولی خوشبختانه پدر مادرش رابرت رو به یه موزه بردن اهدا کردن و از شرش خلاص شدن.
الان رابرت داخل یه دونه باکس شیشه‌ای داخل موزه نگهداری میشه و عکس برداری ازش ممنوعه، چون کسایی که ازش عکس گرفتن کلی اتفاقات وحشتناک براشون افتاده و داخل باکسی که الان از رابرت نگهداری میشه پر شده از نامه کسایی که ازش بابت عکس برداری معذرت خواهی کردن و تنها درخواستشون این بوده که رابرت بابت این کارشون ببخشه اونا رو و دست از سرشون برداره. شیء بعدیمون یه لباس عروسه که معروف به لباس عروس آنا بیکره. آنا بیکر در سال 1849 از یه خانواده مرفه عاشق یه پسر آهنگر که خیلی فقیرم بوده میشه. اون دلباخته اون پسر میشه، ولی پدرش به خاطر وضع مالی خراب اون پسر اصلا با این ازدواج موافقت نمیکنه و معشوقه دخترش رو وادار میکنه که از اون شهر بره. آنا هم که بعد از این اتفاق افسرده شده بود به خودش قول میده که تا آخر عمرش عاشق اون بمونه و با هیچ کس ازدواج نکنه. آنا بیکر تا زمان مرگش تا سال 1914 با خشم و عصبانیت از پدرش زندگی میکنه و بعد فوت میکنه. بعد از مرگش انقدر اتفاقات فراتبیعی توی خونشون میفته که خونشون رو تخلیه میکنن و اونجا رو تبدیل به یه دونه موزه بزرگ میکنن و لباس عروس آنا رو هم داخل یه باکس شیشه اونجا ازش نگهداری میکنن. کسایی که به اون موزه رفتن میگن که لباس عروس آنا داخل کمد تکون میخوره و یه جوریه که انگار یه کسی اونو تنش کرده و داره باهاش تکون میخوره. میگن روح رنجیده این دختره که نتونسته عشقشو فراموش کنه، روحش آزاد نشده و به آرامش نرسیده. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما توی کامنت ها بهم بگید و اینکه مثل همیشه دوستتون دارم. تو ویدیوی بعدی میبینمتون. خدافظ.